نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. در باغ گشتیم. خلاصه گپ باور میکنه یک بوی خوشروی هست که یکم نمود دوخی و خیلی بو نداره. باور کنین ده سالای 10 مرده بچه بدیم هم خیلی فقط می نویسیم اینا دوست. سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای قدردان از طبیعت زیبای تاجیکستان، از وطن با کل غریبان دنیا سلام میرسونم. نه در وطن بهار حکمرانی کیسته اینه گلوسه برگاه همه برو مدیان. من خواستم که در همین برنامه کم کم گلای خودرویی طبیعت به شما نشان بدم. گلای خودرویی طبیعت بعد شما رو تماشا کنید. اینه پرای تاتران میگن گلهای طبیعی، گلهایی که طبیعی میرویند. اینه پرای تاتران. در بوی گلوی وطن جانو می هی انه بالا میبرویم برادر رو تماشا آزیر. باور میکنه یک بوی خوشروی هست که یکم نمود دوخی و خیلی بو نداره. باور کنین ده مرا اینجا ده با گلک های زردک بین گلای سفید ده با این بو را بی اینه با اینجا ده گلای زرده. یا بسم الله اینه گلای زرد اینه بینه. خب بهره بی بچه بهره همه رفتن میگه موزی. بهار آمد، زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. بهار بهار بهار. دهه سنگتوده از دریا او طرف جیلدره نام دارد، یعنی چیلدره. انا کوی مومای شیر بی بی. اینا برادرای عزیز ما در باره گل و خوراک گپ زده بودم. گیاه ها تمام این نمود گل در اینجا هست. اینا شما چند نمود گل میبینین؟ اینا نگاه کن چند نمود گل داریم. اینا همینجا ما شما در بناور میگیریم. نه گلی سرخه، گلی لاله. اگه گلی لاله اساسی نیست که خیلی شنبوته چیه گلی امای. نه گلی زردک و گلی سفیدک و همه نمود گل هست در اینجا. این طبیعت زیبا رو بینید، حلاوت ببرین. یعنی چیز تا هم برادرایی که مرا در کامنتر می نویسن که طبیعت سیام که طبیعت سیام که این برادرها خاص برای به خاطر خدا برای شما اومدم که هم شما برادرها ببینین. و این یک نمود گلی ژولتیه چه خیلی این گلا. اینا ها دیگه عجایب گلا هست اینجا. اینا نگاه کن. اینا باور که اینی گلا بینی. اینا عجایب ها، عجایب گلا. نگاه عجایب گل. با ما شما ده نشان دادن میگیرم. خب با چه خیلی گل هست اینجا. خیلی اینجا رو نگاه کنید تمام این نمود گل هست برادر. اینا نه اینجا رو نگاه کنید همه گلای ژولت میگن چی میگن. حالا من پیش میرم برای شما بناور میگیرم همه گلا را. اینا برادران دیدین. دوستان عزیز من اینجا آمدم چند تا کوک پرید رفت.
نمی غروده جای کوک خوراک بده، کوک خو میرفته اینجا نه اصلا اینجا جای کوگو بودیم اینا دیده جای کوگو. خب و رفتن میگیریم اینا گلای طبیعت ها تماشا کردن میگیریم نه وار که حلوات میبری روی گل و سه برگه پایانداز امشب حیاتی نو شود آغاز امشب. عزیزان مرحمت بر شهر مایان دری دل بر شمایان باز امشب. اینو مرحمت کن بیاین طبیعت زیبای سنتوده ما رو ببینین. طبیعت های دلفریب داره. همه تون رو دعوت میکنم مردم جهان مردم دنیا که چی فارس زبانو باشن چی تاجیکا باشن همین زبانی مرا که بفهمن این همه تون رو دعوت میکنم با طبیعت زیبایی دههای سنتوده. مرحمت بیاین تماشا کنین و حلاوت ببرین. این رو بادام میگن نه ما گلی بادام در شما سیونکه کرده بودم انا که پیشی بادام میریم نگاه چه بسته بادام. این بادام غوریک کرده غوریک میگن کو این دست نه اینه دیدن غوریک بادام اینه ایش اینه ایش کلان غوریک کرده نگاه غوریک های شده اینه برادرها پای نیش هم غوریک کرده اینه برادرها. اینجا ده برادران خیلی گلاه نمیدونم نامی گل چی باشه کرده اینا خیلی گلا رو دیدستین گلی زردی درنش سیاه دارک عجیب گل اینه. انا برادرای عزیز آمده من همه گلای جالتی که گفتم کو اینا هی هم بالا قطی ایسه اینی بار طرف پویانو قطی هم تری گلاه هم تری خیلی گله خیر راستی ما دیدیم سیم سالای میبینم سالای پیش نبودن راستی گپ در دیه های ما خیلی سالی که ما مولوان بچه بودیم خیلی نبود. خیلی احساس طبیعت رنگ علیش میکنه رنگی وز میکنه اینا تماشا کنیم برادرها. یا نمت گلای هستن اینا رو بی اینا برادرها این چی نمت گلای که خدا خودش میدونه ایره بینید داری باغش دیم خلاصه گپ همین طرف همه هم تریه اینا با ما پیش آوردن میگیریم همش یا چی یا نمت گلای. خب اینا دیدیم برادرها طبیعت زیبای دلفریبی دههای سنگتوده اینا. مرحمت بیایم برادرای عزیز یکم آب خیلی عکس خیلی در درنی آب من ندیدم در رید کرد که جا در هر خیلی جا نمیشوید نگاه که همون که با در درنی آب میبینید. دیدیم برادرو این قدیم ما رو بابامون میگفتن که آبی ما هم خیلی تازه هم خیلی صافی به غبار که عکس خیلی رنگی سایه در درنش میبینید. دیدیم برادرو در درنی آب اینه نگاه کنید که دوباره میبینیم او نه اینه برادرو از این لای بحر میریم رفتیم. اینا دوستان عزیز سال 10 مرده بچه بودیم هم خیلی فقط می نویستیم اینا دوست نوشته خیلی برادر عزیز تماشا کنین اینا با فکرم که شفتالو این شفتالو خیلی عروسی میگیم همون درخت عروسی نه جلگین ای بچه جلگین اینیش بچه ها اینا برادر درجه نکشتی ها را دیده این برای شما خدمت میکنه نکشتی ها. این مرحمت بیاین تماشا کنین حلاوت ببرین طبیعت زیبایی مور هم ببینین نه
دوستان عزیز باقی سربلند خانواباد باشید. همه خنده در لبانتون هویدا باشه. اینا چند تونستیم اینو برای شما بنوار گرفتم و شما طبیعت زیبای وطن تماشا کنید و حلاوت ببرید. باقی سربلند خانواباد باشین. خداوند یار و مددگارتان. اینا مرحمت دعوت میکنیم بیاین دهه سنتوده زنده باشین.